این نور شمعو چجوری میشه خاموش کرد؟ میتونیم با انگشت خاموشش کنیم. با فوت میشه. دیگه اینکه خودش بسوزه تموم بشه. دیگه آب بریزیم روش. به نظرتون نور باید چه ویژگی داشته باشه که اصلا خاموش نشه؟ مثل نور خورشید. نور خورشید خاموش نمیشه، کم و کاست مثلا کم میشه زیاد میشه ولی خاموش نمیشه، ولی باز فانیه، یعنی باز یه زمانی قراره تموم بشه. نوری که خاموش نشه؟ بله. نه دیگه، هر چیزی یه پایانی داره قطعا. خب نور الهی مصداقش هر چیزی که دنیایی باشه نورش خاموش میشه، بالاخره یه روز تموم میشه دیگه. نه، همه این نورها فانیه، میرن. دقیقاً 1500 سال پیش نور 14 معصوم با تولد پیامبر شروع به تابیدن کرد. به نظر شما این نور خاموش شدنیه؟ نه دیگه، چون این نور از حقیقت گرفته شده، چون نورشون وصل به نور الهی. 1400 ساله که خیلیا تلاش کردن که این نور رو خاموش بکنن و هزاران ساله که هنوز در حال حاضر دارن تلاش میکنن که نور اهل بیت خاموش شه ولی خاموش نمیشه. تو راهشون ادامه داره. حالا با خوندن این متن به جوابتون میرسیم. راحته؟ بله حاج آقا، بله. کلشو بخونم؟ آره بابا، اونقدرا نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. نور پیامبر روشن، هدایتگر و خاموش نشدنی است. همانطور که قرآن کریم می‌فرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند، در حالی که خدا کامل کننده نور خود است. Gerçi kafiran خوش نداشته باشه. میگه که سنم 1400 illərdir qalıbdır ümmətin zində. معنیش اینه که 1400 ساله که امت شما همینجوری زنده است و ادامه داره.